گفتم کجا؟ گفتن بیرون چیز کردن، تیر زدن، تیراندازی کردن. رفتیم اونجا، بله عزت ابراهیم نژاد اونجا زدن، یعنی شب دوم زدن، تو 18 تیر هیچ کس کشته نشد، شب دوم اینا یکی رو کشتن. یه نفر اومده بود اسلحه کشیده بود، یه تیر زده بود و افتاده اونجا. که بعد ما بلافاصله رسوندیم به بیمارستان، گفتیم بچه‌ها برسونن، آقای دکتر ظفرقندی رو پیدا کردیم، رئیس دانشگاه بود و عرض به حضور شما به این آقا برسن و که بعد به هر حال اعلام کرد که تموم کرده و دیگه چاره ای نیست. معلوم نبودش که چه کسی این کارو کرده. حالا عرض میکنم من پای این کار ایستادم که زارب این بعد معلوم شد، چون گفتم زارب این اگه معلوم شه فتنه 18 تیر معلوم شه از کجا شکل گرفت. برای اینکه وقتی همه بسیج شدیم برای اینکه دانشجو رو آروم کنیم، یکی میاد جلوی چشم دانشجو میزنه، یکی دیگر رو میکشه، تیر میزنه، با کلت میزنه، چون فیلمش هست از پشت معلومه این آقا میاد هفته در میره تیر اندازی میکنه و معلومه شناسایی مجبالن کرده، یعنی میدونه دنبال کی هسته. این اومده با آشوب بکشه دانشگاه رو، معلومه تو اون شرایط وقتی همچین آدمی کشته بشه چه اتفاقی میفته. حالا خدا رحم کرد که بچه‌ها به ماها اعتماد کردن و شروع نکردن شب دوم. شاید هم اینقدر کتک شب قبلش خورده بودن و اینقدر آشفته بودن که دیگه اصلا توان عکس العمل تندی ازشون گرفته شده بود. نیروی انتظامی عرض به حضور شما که معاون حفاظتش اومد و گفتیم این فیلم هست و اینجوری هست و اونجوری هست، قرار شد پیگیری بکنیم. فیلم از کجا ضبط شده بود؟ تو همین چیزای مختلفی که بعد اون کمیته‌ای که تشکیل شد برای رسیدگی به 18 تیر، از جمله فیلمایی که آوردن این بود. و یکی از فیلم با گوشی ضبط شده. آره یادم نمیاد به چه وسیله. به هر حال فیلمی بود که تار هست، شب طرف میاد از پشت معلومه تیر اندازی میکنه و میره.